سلام دوستای عزیز، خوش آمدید به امروز ویدیو از ما و امید که خوب و خوش سر حال باشین. روزهای خوب و بهاری را با خوشی و خوبی بگذرانید. دوستای عزیز که ها بخش خو لباس ایدی تیار کردن نکده، ما خو بخش خو لباس ایدی تیار کردم. بخش از خود خو و دعا جان قند ناز خو این لباس های دعا جان است. ما بیننده باشین دوستای عزیز. سیل که نظرات را هم بخش از ما بگین دوستای عزیز. دوستای عزیز سیل کن چطور بران مقبول گردامن دختشم سیل کن چه رقمی است. البته دختشم خودم دخت کردیم، دختی خیاطیشی و دخت دستوزیشم خودم دختم. شما نظر بدین دوستای عزیز چه قسمه است. دوستای عزیزی تنبانش هسته سعی کن بسیار مقبول خوبش آمده. نه دوستای عزیز سیل کن چه رقم است. دختش خوشم میاد نمیاد. امید که دعا جان از میره دا خوشی و جانجوری را ببشه بخیره کنک نه کلانش نه بخیره. این دوستای عزیزی کالای دعا جان بود. باش از خود هم بخششم نشون میدیم که چه رقم است. از خود هم دمو دیزاین دمو نمونه همه رقم دختم خاطر که خوش داشتم خود ممرای دختر یک رنگ بپوشم دید. از خودم فقط یک گلایش اضافه است. از او به خاطر که خورد بود دو گلایش ندختم، از خود دختم. دوستای عزیز نظرهای اخت کومنت بخشیم نشته کن که دخت از چه رقم خوبش است نیست، نمونش مقبول است نیست. من خوشم آمده. دخت خیاطیش هم دوستای عزیز نظر بدین که خوبش دختم یا نه. ببینین دوستای عزیز چطور است. دوستای عزیزی هم از پیرانیم. امید که در خوبی و خوشی باشون بخیر کنکنم. یم تنبانش دوستای عزیز تارشم تار لیلی نیسته،
یکیش هم شال الماس است، شالش خوب شسته، رنگش نمیره. دوستای عزیز، ما میخوایم درباره لباس های هزارگی کم معلومات بخشش بدیم و بگیم که لباس های هزارگی در جا دختر میشه و در کدام ولایت ها هسته. دوستای عزیز، لباس های هزارگی از در ولایت های بامیان، وردک، غزنی دختر میشه که نوع دخت شکسته، دستدوزی، ماشینی، گلدوزی و خامکدوزی، گرافدوزی، قابدمار، شیشه‌دوزی، موردوزی است که یا اکثرش در ولایت‌های غزنی، بامیان و وردک، ولایت‌های مرکزی افغانستان، یعنی بخصوص ولایت‌هایی که هزاره نشین است زیادتر دخته میشه. و دیگه سکه هم در بعضی لباس‌ها دخته میشه که سکه هاش هم ساختی خودی امزی مردم افغانستان و مردم های هزاره ما می باشد. دوستای عزیز، تشکر که امروز با ما بودید و ویدیوهای ما را بیننده بودید. دوستای عزیز، امید که خوشم آمده شد از امروز ویدیوی از ما. شما هم نظرهای مقبول خود را بخشی از ما در کامنت ها نوشته کن و بگین که ما چه رقم ویدیو بانم بخششیم، از کدام نوع دخت زیادتر بخشش ویدیو بیلم و شما هم سفارشات بخشی از ما رای کن و ما در خدمت شماییم. دوستای عزیز، بخششم تیار نم انشالله به امید خدا. دوستای عزیز دیگه تشکر که با ما بودید. در قسمت برنامه میخوایم که خداحافظی کنم با شما. خداحافظ تا ویدیوی بعدی. دوستای عزیز، لایک، سابسکرایب یا چون نره. دوستای عزیز، خدا نگهدار.